رئیس خونه نیست، چون الان رئیس تو شرم الشیخ اونجاست کنار السیسی و اردوغان و که رهبرای عرب همشون جمع شدن برای بازسازی غزه. همه غیر از یکی که اونم جمهوری اسلامیه. حکومتی که صلح نمیخواد، سیگنال پشت سیگنال، فقط پیام اشتباه میفرسته. چون با حوصله است، هنوز داره صبر میکنه. امروز کنار عبدالفتاح سیسی گفت تحریم‌های ایران سخت‌تر میشن. جمله جالبترش امروز برای من آقای ترامپ این بود که گفت مردم ایران رو میشناسم، مردمی باهوشن، دکتر و مهندس و وکیل دارن. لابا تو ذهن خودش میپرسه اگه مردم ایران اینقدر باسوادن، چرا رهبراشون اینقدر بیسواد؟ ولی پشت خنده امروز ترامپ یه چیز دیگه است، یه نقشه، یه تصمیم. ایران که توی نشست شرم الشیخ شرکت نکرد، خودش رو از آینده خاورمیانه حذف کرده و ترامپ این رو یه بهونه میدونه، فقط یه بهونه. بنابراین فشار رو بیشتر خواهد کرد. تحریم های تازه در راهه، اسنپک سازمان ملل برگشته، ناوها و بازرسای آمریکایی میتونن برن رو کانتینرهای کشتی جمهوری اسلامی اونا رو چک کنن. چیزی که چند هفته پیش فرانسه با روسیه کرد، حالا داره علیه ایران احتمالا تکرار میشه. نشونه ها واضحه. رئیس خونه نیست، ولی وقتی برگرده فشار حداکثری تازه شروع میشه.